این سری اومدیم که با هم دیگه یه پروژه موشن گرافیک رو کامل با هوش مصنوعی انجام بدیم. نمونه‌هاش هم که دارید رو صفحه می‌بینید. یه نکته‌ای که وجود داره، شما باید بدونید برای اینکه پروژه موشن گرافیک رو با هوش مصنوعی انجام بدید، فقط نمیتونید از ابزار هوش مصنوعی استفاده کنید و یکم از افتر افکت هم باید بلد باشید که اون جایی که مثلا تکستای فارسی می‌خوایم بنویسیم، زوم این زوم اوت انجام بدیم و یا ترانزیشنی بزنیم، از افتر افکت استفاده کنیم. بنابراین بهتره که پیش نیاز در رابطه با افتر افکت داشته باشید و دیگه وقت تلف نکنیم و بریم سراغ ویدیو. خب اول از همه من ویدیوهایی که قبلا جنریت کردم و بهتون یه نشون بدم، توضیح بدم بهتون که از چه هوش مصنوعی استفاده کردیم، بعد بریم سراغ ساختن پروژه جدید با هم دیگه. نگاه کنید، اولین تصویری که من داشتم این تصویر بود و میخواستم که این گوله های آبی تک تک مثلا توش عدد 1 باشه، آبی بشه، بره سراغ عدد 2، اونم آبی بشه، بره سراغ عدد 3 و اون 3 هم به تیک تبدیل بشه و یه دونه فول تایم و ریموت اونجا نوشته، اون دوتا گزینه‌اش زده بشه و اون تابشه هم از سمت چپ بالا بتابه. با دو تا هوش مصنوعی این کارو کردم، سیدنس 2 اومنی اگه اشتباه نکنم و خروجیه که بهم داد این اولی اومنیه که رایگان هم استفاده کردم از سایت گوگل استودیو که حالا سایت ها رو همه رو دیسکریپشن گذاشتم، الان بهتون نشونم میدم. نگاه کنید و ساوند افکتش هم دقت کنید. ساوند افکت جالبی بود. تنها مشکلی که داشت اول اینکه کادر نبود که من اختیار داشته باشم، یعنی یا افقی یا عمودی و تقریبا میشه گفت چیز خیلی خوشگلی درست کرد ولی چیزی نبود که من براش توضیح دادم. نگاه کنید که اینجا اصلا بعد 3 رو جابجا میکنه، این لاین ادامه پیدا میکنه میره به سمت 4، اینجایی که نوشته پرفکت لوکیشن نوشته اینجا اصلا متن رو برمی‌داره توش یه چیز دیگه میاره جاش و کلا ویدیو رو تغییر داد. یعنی اون موشنی که من می‌خواستم اون نداد. یعنی اگه شما یه تصویری دارید که هنوز تصمیم نگرفتید چطور موشنش کنید، گزینه خوبیه برای اینکه از این استفاده کنید. این چیزیه که با سیدنس 2 ساختم به کمک سایت هوشا که ایرانی هم هست. البته خب سایت ایرانی، ایجنت‌ها همون ایجنت‌های بین‌المللیه. نگاه کنید این ویدیو به ساوند افکت هم دقت کنید. خب ساوند افکتش اسمم ضعیف‌تر از اومنیه ولی تقریبا چیزی که من می‌خواستم و بهم داد. هرچند یه سری رو اصلا انجام نداد ولی اون چیزایی که انجام داد تقریبا اونجوری بود که من می‌خواستم. 2 تا پروژه دیگه انجام دادم، این بود و این تصویر. چیز خیلی توضیحاتم ساده بود. گفتم من آیکون ها از خارج کادر وارد کادر بشه، حالا برای اون هوش مصنوعی که بیشتر توضیح دادم و تو این تصویرم گفتم که سی لایت سویپ افتر افکت چطوری هست، مثل همون از روی این معیار رد بشه و حالا آیتمایی که تو تصویر هست مثل این دایره ها، این دایره بالاه همش تکون بخوره بچرخه و خروج قابل قبولی بود. ساوند افکتش خیلی عجیب غریب بود و دومیش هم اینه، خیلی خوشگل همونجوری که می‌خواستم ولی بازم میگم ساوند افکت عجیب غریبی داشت و البته این دوتا رو با کلینگ درست کردم، یعنی دیگه سراغ سیدنس نرفتم، حالا دلیلش هم جلوتر بهتون میگم. و آخرین خروجی که اومدم از سیدنس 2 استفاده کنم از طریق سایت رایگان. حالا من نمیدونم نسخه سیدنسش فیک بود یا واقعا سیدنس هم چه خروجی داده بود. یه دونه این چلسیه بود، یعنی شما نگاه کنید اصلا کادر رو که به هم ریخت، یعنی کادر این بود از اول و چلسی هم که میدید درست نوشته قرار بود لوگوی چلسی از راست وارد بشه، اون شیره پشت قرشی کنه، پرچمای تکونی بخوره و متن مثلا همزمان بیاد و خروجی رو شما نگاه کن چلسی نوشت، اصلا این چیه؟ و این بود. من قبلش تصویر رو بهتون نشون بدم، این تصویری بود که داده بودم خب و پرامپتی که نوشته بودم برای این بود که این تصویری که وسط صفحه هست از اول نباشه، با اسکیل بیاد و اون شاین راست بالا یکم بتابه. چیز خاصی نمیخواستم واقعا. این چیزی بود که سیدنس 2 بهم داد از اون سایت رایگان. اسکیل خوب، ساوند افکتش هم قشنگ، فقط چون از اون سایت رایگان استفاده کردم کیفیتش پایین داد، یعنی کیفیتی که بهم خروجی داد کیفیت پایین بود و حس میکنم اگه همین پرامپتو به هوشا میدادم با اون سیدنس 2 کار میکردم یه خروجی فوق العاده. و این چیزی بود که کلینگی بهم داد و چون خب کیفیتش بالاتر بود تو پروژه استفاده کردم.
کیفیت بالاتر بود ولی اصلا این کارو انجام نداد، یعنی موشن نداد. یعنی من بعد از این چند تا پروژه فهمیدم که کیلینگ توانایی موشن دادن اصلا نداره. البته همه این ایجنت ها ویدیو براتون میسازن، نه اینکه بیان اجزای ویدیو رو جدا کنن مثل کار ما موشن بدن، ولی خب کیلینگ توانایی موشن دادن نداره، صرفا برای اینه که یه تحرکی به تصویر بده، خشک و خالی نباشه. سیدنس کارش بد نیست، خوبه تو موشن دادن. و اومنی حالا گوگل فلو کارش خیلی قشنگه، ولی اون چیزی که شما میخواید شاید در نیاره. البته رایگان هم هست، خب اینو در نظر داشته باشید. حالا بریم سراغ سایت ها. من کلا فرآیند کارم این بود، از تو پینترست، حالا یه حساب پینترست دارم که فقط تصاویر مربوط به موشن گرافیک و این کارهای گرافیکی رو اونجا بهم نشون میده. میرم مثلا وقتی یه سبکی مد نظرم هست چند تا عکس ازش دانلود میکنم، میفرستم برای چت جی پی تی، میگم این استایل مد نظر داشته باش، طبق توضیحاتی که بهت میدم یه پرامپت بهم بده که مثلا بتونم با ایجنت سیدنس این ویدیو رو بسازم، یا مثلا با کیلینگ این ویدیو رو بسازم. حواستون باشه اون ایجنت رو حتما بگید، چون پرامپت های هر کدوم یکم تفاوت داره. و مثلا میگم من با کیلینگ هر وقت میخوام بسازم کلی نگاتیو پرامپت میده، یعنی این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. و خودم میدونم اگه مثلا پرامپت سیدنس رو بدید به کیلینگ چه شاهکاری قراره بهتون تحویل بده. این هم سایت هوشاه که هیچ چیز رایگان نیست و حتما باید کردیت بخرید، ولی خب خیلی سایت خوب و جمع جوریه. یعنی من الان اگه اینجا بزنم رو ساخت ویدیو، اینجا میبینید مدلاشو. الان اگه شما مثلا رو سیدنس 2.5 بزنید، من چرا سیدنس 2.5 تو هیچ کدوم از پروژه استفاده نکردم؟ چون اگه کیفیت رو ما بذاریم رو 720 به طرز خارق العاده میبینید که 116 تا کردیت ازتون میخواد و من فکر کنم 400 تا کردیت خریدم 700 تومن و اومدم رو سیدنس 2 گذاشتم و یکم معقول‌تر بود. کیفیت مثلا 720 حالت اقتصادی شو بخوای پیش بری 52 تا کردیت میگیره و اصلا اقتصادی کلینگ بود که رو کیفیت 720 27 تا کردیت میخواست و خب این به صرفه تر بود، واسه همین از کلینگ استفاده میکردم و هر کدومشون هم جای آپلود عکس دارن. بریم سراغ این سایت دولای آی. این سایت همون سایتی که باش گفتم سیدنس رو به صورت رایگان استفاده کردم و فکر کنم تنها سایتی هست که سیدنس رو رایگان ارائه میده. کرییت ویدیو زدم بزنید روی این و الان لودینگه، حالتش عوض بشه عکستون رو آپلود میکنید، پرامپتتون رو میدید، میفرستید. فکر کنم روزی 2 تا جنریت هم میتونید باش انجام بدید، ولی کیفیت ویدیو خیلی پایینه. یعنی الان اینجا بهتون نشون بدم این ویدیویی که با کیلینگ ساختم و حالا 20 هفته کردیت دادم نزدیک 2 مگ حجمشه و اینی که با چیز ساختم، با این سایت دولا ساختم، حجمش 320 کیلوبایته، یعنی یک گیف تلگرام این کار و سایزش هم 720 در 1280 است، ولی خب کیفیتش خیلی پایینه. البته یه راهکار دیگه دارید، من بعضی اوقات این کارو انجام میدم وقتی از سایت رایگان استفاده میکنم، از نرم افزار توپاز ویدیو میام کمک میگیرم برای اینکه کیفیتمو 4K کنم. جواب میده، یک کمی شاید بافتا رو تغییر بده، مثلا بافتمون ویدیوتون یک کمی نرمتر و انیمیشنی تر بشه، ولی خب جوابه. یعنی اگر میخواید که کردیت نسوزونید میتونید از این استفاده کنید. و در نهایت گوگل فلو که فوق العاده است. من اتفاقا امروز داشتم باشه پروژه میزدم، فکر کنم نزدیک 7-8 تا عکس جنریت کردم، عکسایی که هیچ کردیتی ازم نگرفت با نانو بنانای پرو، و ویدیوهایی که جنریت کردم شاید 5 تا ویدیو جنریت کردم و گفت مثلا سهمیه امروز تموم شد. یعنی خیلی رایگان زیادی بهت ارائه میده. از اینجا میتونی بخش تصویر بذاری، حالا لینکش هم دیسکریپشن هست، 4-5 تا سایز داره. اینم بخش ویدیوشه که مثلا من همش اومنی فلش ویدیو درست میکنم. حالا VO هم داره، من از VO خروجی خوبی نگرفتم، حالا شاید پرامپت مناسبی بهش ندادم. فارسی هم پشتیبانی میکنه چون رو سایت جمینای فعاله، فارسی که بهش میدید خود جمینای بررسی میکنه، پرامپت انگلیسی بهش میده. ولی من باز ترجیح میدم که برای کارهایی که مهمتره از اون چت جی پی تی استفاده کنم برای اینکه پرامپتمو ترجمه کنم. قاله باش متاسفانه فقط 2 تا تایمش هم 4 تا 10 ثانیه، واقعا خیلی خوبه و میتونید از بین 1 تا 4 تا خروجی بهتون انتخاب کنید که برای این پرامپت و این عکس مثلا 4 تا خروجی بهم بده که حالا خودتون بین اون 4 تا انتخاب کنید. و این بود از این دیگه. از اینجا تصویرتون رو آپلود میکنید، البته اینطوریه که اول تصویرتون درگ میکنید، مثلا اینجا ول میکنید، بهتون نمایش بدم و این تصویرم اینجا میکشم، این درصدی که پر شد، بعد از این به علاوه این تصویرتون رو وارد میکنید و پرامپتتون هم حالا یا میمیسید یا پیست میکنید و
جنریت رو میزنیم. خب دیگه بریم سراغ پروژه‌ای که قرار بود با هم دیگه انجام بدیم. من این متنمو نوشتم که میخوام چه چیزی درست کنم. اول از همه میام تو پینترست اون استایل موشنایی که دوست دارم و ازش یه اسکرین شات میگیرم، میفرستم برای چت جی پی تی و بهش میگم که چی میخوام برام درست کنی. سایز ریلز هم حتما اشاره میکنم که الکی کردیت نسوزونم، چون فکر کنم 3 تا یا 4 تا عکس میتونید در روز با چت جی پی تی بسازید. و بعد از اینکه عکس‌ها رو بهم داد، دوباره حالا ویدیو رو رکورد میکنم و میریم سراغ موشن ساختن. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، ما یه گروه تلگرامی داریم که اونجا بخش چت داره. شما میتونید نمونه کارهایی که زدید رو بفرستید، بچه‌ها نظر بدن و کاراتون رو آپدیت کنید. همچنین خیلی اوقات اونجا آیدی کارفرما رو میذاریم که اگه تدوینتون خوب باشه میتونید پروژه رو باهاش ببندید. و تمام استا و فوتیجایی که توی کانال یوتیوب آموزش داده میشه توی گروه تلگرام آپلود میشه. لینکش هم تو دیسکریپشن گذاشتم، از دستش ندید. من ویدیوهامو ساختم، الان میخوایم تک تک یه نگاه بکنیم، بعد بریم تو افتر افکت که اون تکستا و انیمیشن‌ها رو بهش اضافه کنیم. اول از همه من بهتون نشون بدم، من اومدم به چت جی پی تی توضیح دادم، هر دفعه هم 2 تا عکس بهش دادم و طبق اون متنی که بهش دادم برام تصویر ساخت. اولین تصویری که ساخت کاملا چیزی بود که مد نظرم بود، بهتر از اون چیزام بود، یعنی من ساده‌تر مد نظرم بود. دوم تصویر یکم تفاوت داشت اما واقعا خوش آمد. و تصویر سومم دقیقاً همون چیزی بود که گفتم، یعنی 2 تا نمونه براش درست دادم و همون چیزی بود که خواستم. با هر 3 تا سایت من تست کردم با گوگل فلو. این خروجی رو نگاه کنید که این اصلا ویدیوی کلا عوض شده. خب و این چیزی نیست که من میخوام، من میگم گوگل فلو میاد یه ویدیو جدید براتون درست میکنه از اون اطلاعاتی که بهش میدید. ویدیو دومم چون زیاد دقیقا نمیدونستم چی میخوام خروجی باشه، چیزی که داد خیلی بابا میلم بود، یعنی فقط بهش گفته بودم که بیاد ادیت کنه دیگه، مثلا تصاویرم عوض بشه. واسه همین خروجیشو خیلی دوست داشتم و مطمئنم که اگر یه چیز خاصی ازش میخواستم به هیچ وجه نمیتونست خوب در بیاره. و تصویر سومو خیلی 50-50، یعنی نمیدونم از این استفاده کنم یا از اون یکی. خروجیشون جفتشون خیلی قوی نبود، یعنی مثلا من این پارتیکلا رو برای خودش اضافه کرد، من پارتیکل بهش نگفته بودم، ولی این موشنه رو خیلی خوب، من موشنش خیلی دوست داشتم. سایت دولاب فکر کنم مثل هر سایت رایگان دیگه ای فقط یه مدت رایگانه و بعدش بازی در میاره، خروجی بهت نمیده و دیگه اون لیمیت رایگانش رو برمی‌داره. امشب که من خروجی نداد، یعنی من هر چیزی رو زدم یه دونه خروجی الان فرستاد. این نگاه بکنیم با هم. یه نکته جالبی بهتون بگم، من دیدم دولا داره خیلی طولش میده، چون حدود 40 دقیقه وایسادم بهم بده، در صورتی اونجا نوشته 2 الی 3 دقیقه. و رفتم با سایت هوشا دقیقاً با همون سیدنس 2 همون پرامپت ویدیومو ساختم و نگاه کنید که دقیقاً همونه، جفت شکیه. و خب انتظار غیر از اینم نمیرفت، ولی خب برام جالبه که چون سیدنس 2 تا سایت مختلف با همون پرامپت جفت خروجی‌ها یه جور شده، ولی بقیه خروجی‌ها رو بهم نداد. مثلا این خروجی بهم نداد و اومد اینجا که اول پرامپت بلند بهش داده بودم ارور میداد. یکم تو سایت خودش پرسجو کردم، گفت پرامپت باید ساده باشه. واسه همین برگشتم تو چت جی پی تی گفتم که پرامپت ساده‌تر بهم بده و اون پرامپت ساده رو بهش دادم. ولی هوشا اینطوری نبود، یعنی تو هوشا که زدم همون پرامپت سر سنگینه رو قبول کرد. اینو با کلینگ ساختم توسط همون سایت هوشا و زیاد خروجی مد نظر نبود، یعنی نگاه کنید موشن خاصی نداره، همونا رو یکم اومده دستکاری کرده. مطمئنم که اگه با سیدنس 2 میساختم همچین خروجی نمیداد و اومدم برای اینکه این کردیتا رو مثل هم کنم، مثلا من برای کلینگ مجبور بودم حدود 27 کردیت بدم دیگه. اومدم سیدنس 2 رو گذاشتم روی 480، 27 کردیت دادم و الان اومدم از نرم افزار توپاز ویدیو استفاده کنم که اون کیفیت رو ببرم بالا. یعنی شما میتونید اصلا با سیدنس 2 استفاده کنید، بعد اینطوری جبرانش کنید. کیفیت هم خیلی راحت، ویدیو رو درگ میکنید توی توپاز ویدیو و اینجا میذارید روی آپ اسکیل تو 4K، اکسپورت رو میزنید، جا رو مشخص میکنید و تمام شده رفت. فقط حواستون باشه 2 تا توپاز ویدیو وجود داره، یه دونه پروفایل سبزه، یه دونه آیکونش بنفشه. این بنفشه رو باید دانلود کنید. کارمون تو سایت ها تمام شد، میریم داخل افتر افکت که ادیتمون رو بزنیم. اولین کاری که شما تو افتر افکت میکنید، از اینجا یه دونه کامپوزیشن میسازید، اطلاعات وارد میکنید، 1080x1920، فریم سایز هم 30 اوکی میکنید و تمام شده رفت. البته این پایین تایمش هم هست، جو دیوریشن نوشته، تایمش رو مشخص میکنید. من یه دونه صوت ضبط کردم که این موشن رو صوت
ضبط شده انجام بدم. ویدیو تصویری هم خواستید وارد کنید یا میتونید اینطوری درگ کنید بکشید ول کنید یا همینجا دوبار کلیک میکنید ویدیوتون رو وارد میکنید. دیالوگ اول گوش کنیم. الان هوش مصنوعی انقدری پیشرفت کرده که سرعت توی وقتی میگم الان هوش مصنوعی میخوام پشت این کاراکتره اون جمله الان هوش مصنوعی نوشته بشه و سرعت کاراکتر هم یکم بیشتر میکنم، کلیک راست میکنم، تایم استریچ میذارمش روی 80 و ویدیو سریعتر میشه و الان اگه نگاه کنیم میبینیم که سریعتر داره میاد. تکست اون رو مینویسیم. انیمیشن تکست اون هم مثل همیشه دستی انجامش میدیم. تکست اون رو بعد اینکه باز کردیم انیمیشن رو میزنیم، اوپاسیتی و همچنین پوزیشن رو بهش میدیم. اوپاسیتی رو صفر میکنیم، پوزیشنش رو یکم میاریم پایینتر، این سلکتور رو باز میکنیم، ادوانسد و اینجا روی ورد میذاریم، اسکور میذاریم رمپ اپ و حالا ایزی هایشو مثلا میخوام 50 بدم و ایزی لوشو 100 بدم. الان با آفستش بازی میکنیم، از منفی 100 میره روی 100. یه نگاه میندازیم، حرکت باحالی داره. دوست دارم یه بلر هم بهش بدم. از اینجا بخش اد پروپرتی رو بلر کلیک میکنیم و بلرش رو از لحاظ عمودی میذاریم رو مثلا 23. از همین مثلا یه دوپلیکیت میگیریم و تکست دوممون هم می‌نویسیم. خب الان تکستامون رو نوشتیم. کارمون اینه که بیایم از این لایه‌مون یه دونه دوپلیکیت بگیریم، اینو روش دوبار کلیک میکنیم، ابزار روتوبراشو برمیداریم، این سوژه چت جی پی تی مون رو روتوبراش روش انجام میدیم که از بک‌گراند جداش کنیم و بتونیم تکستمون رو پشتش نمایش بدیم. خب الان میخوایم بریم سراغ سکانس دوم. کاری که میکنیم اینه که همه این لایه ها رو هم از ویدیو هم از تکست ها میایم 3Dش میکنیم، یعنی همه رو انتخاب میکنیم و اینجا اگه تاگل سویچ رو بزنید یا کلید فکر کنم F4 بود روی کیبورد رو بزنید، اینجا میتونید همه رو 3Dش کنید. این گزینه اینجا میاد. الان که 3D کردیم میدونیم کامرا میسازیم با این نال ابجکت. فقط من اینجا ادجستمنت لایر اضافه کرده بودم، روش افکت اکسپوژر انداختم. حالا شاید خیلی هم مهم نباشه براتون، اینجا اسمش هم براتون نوشتم و به پارامتر اکسپوژرش کی فریم دادم که این از حالت تاریک بیاد به روشن، یکم جذاب‌تر میشه، خیلی هم تفاوتی نداره. کامرامو انداختم، یه دونه نالم میسازم، نالو میارم زیر کامرا، بازم تفاوتی نداره ولی کامرا رو باید پرنت کنید به نال و نالم 3D کنید. الان اینجایی که قراره بریم سر سکانس دوم، به نالمون یه دونه کی فریم پوزیشن میدیم، کلید پی رو کیبوردتون بزنید پوزیشن باز میشه، یکم جلوتر میایم زوم اوت میکنیم، میایم به سمت بیرون، دو تا کی فریم رو انتخاب میکنیم، به این صورت نرمش میکنیم که F9 رو اول بزنید کیبوردتون که ایز بشه. بعد از بخش اسپید گراف میاد دو تا کی فریم رو انتخاب میکنید، اینطوری به صورت قله‌ای میچینیدش که تیز بشه و یه نقطه اوج داشته باشه. این نقطه اوج رو باید پیدا کنید. میایم توی نقطه اوج یه دونه ادجستمنت لایر میسازیم، قبلش رو با آلت و کروش بسته یا کروش باز جی فارسی دیگه کات میزنید، مثلا یه 2 فریم قبلتر، بعدش هم تا 2 فریم بعدتر کات میزنید با آلت و چه یا کروش باز و افکت اکسپوژر بهش میدید و گاسیان بلر. بعد از اینکه این دو تا افکت رو دادید میاد این سر قله که اوج حرکته جفتش رو میزان خوبی میذاره، یعنی مثلا بلر رو بهش کی فریم میدیم رو 25، اکسپوژر هم کی فریم میدیم میبریمش بالا که نورش زیاد بشه و میایم مثلا 2 فریم عقب‌تر بلر 0 اکسپوژر 0، 2 فریم جلوتر هم بلر اکسپوژر جفتش 0 و اینکه خود اون لحظه‌ای که توی اوج این لایه ویدیومون کات میخوره و ویدیوی بعدی میاد تو کار. این از ویدیوی بعدی میارمش وسط صفحه، تکستام از اینجا به از اینجا بعدش رو کات میزنم با پیج داون و پیج آپ، میتونید یه فریم جلو عقب برید، کیبوردتون سمت راست بالا، شاید هم کیبوردتون نداشته باشه. من فعلا برای اینکه یکم سبک‌تر باشه بتونم سریع رندر رو بگیرم ببینم، این چش لایه اون کاراکتری که از بک‌گراند جدا کردم و خاموش کردم. موقع زوم اوت نگاه کنید که بالا پایین تصویرتون یکم مشکی میشه. واسه جلوگیری از این اتفاق یه کوچولو اسکیل این دوتا رو بیشتر میکنیم که این جدا شدن رخ نده و اینطوری میره سر سکانس بعدی. سکانس بعدی هم گوش میکنیم، اگه تکستی نیاز باشه بنویسیم. خب تکستامون رو نوشتیم، من اینجا یه مارکر گذاشتم که بدونم کجا کات بزنم سر سکانس بعدی برم. این دوتا تکستامون میایم کلمات کلیدی، مثلا
چند برابر به نظرم خوبه. رنگش رو بنفش میکنیم، رنگ اینا هم بنفش میکنم. من میام جفت لایه ها رو انتخاب میکنم و افکت استودیو شادو رو بهشون میدم که افکت پیش‌فرض خود افتر افکت نیست، باید نصبش کنید. البته که اگه جزو بچهای کانال باشید تا حالا حتما نصب کردید. و در نهایت افکت دیپیلو هم بهش میدم که اینم باید نصب کنید. یکم اکسپوژرش رو کمتر میکنم، مثلا میذارم روی 0.4 و ردیوسش هم مثلا میذارم 550. یه همچین حالتی داد. یکم به نظرم اکسپوژر کمتر هم میتونه باشه. حالا همینو کپی میکنم و روی اون یکی لایه تکست هم پیستش میکنم. حالا سراغ سکانس سوم میخوایم بریم. من این سری ترجیح میدم که از زومین استفاده کنم. قبل زوم اومد بیرون، این که زومینه بره داخل. اول از همین ادجاستمنت لایه کنترل دی میزنم، دوپلیکیت بگیرم، میارمش اینجا هم میذارمش روی همین نال ابجکت. یه انقدر فریم عقب‌تر، یه دونه کی فریم پوزیشن میذارم، انقدر فریم جلوترم، قشنگ زوم میکنم داخل کار. این دوتا رو انتخاب میکنم، مثل قبلی اینطوری قله تیز میام کی فریم ها رو نرم میکنم. نوک این قله رو میام دقیقا مچ میکنم با اوج این ادجاستمنت لایر که کات هم اینطوری بشه. برابر میتونه افزایش بده، این لحظه اوج کات بخوره و بره سراغ سکانس بعدی. اینم از اینجا بعد کات میکنم و ویدیوی سوم میارم داخل کار. ویدیوی سوم وسط صفحه میذارم. خب من این تکست هم نوشتم چند برابر از ساده است، بدون انیمیشن، بدون چیزی، با عوض شدن سکانس درجه وارد صفحه میشه و افزایش بده. از همون قبلی دوپلیکیت گرفتم، میام فعلا شادو استودیو دیپ کلوش رو حذف میکنم، اون استایلمو درست کنم، بعد اینا رو اضافه میکنم. اول از همه گرادینت رمپ رو بهش میدم که پیش‌فرضم تو افتر افکت هست دیگه، نیازی نیست نصبش کنید. یه دونه پوینت رو میذارم بالاش، یه دونه پوینت رو میذارم پایینش. پوینت بالای مثلا یه رنگ سبز روشن همین رنگو میذاریم و پوینت پایینش رو سبز تیره میذاریم. حالا افکت CC لایت سویپ رو بهش میدیم. این افکت CC لایت سویپمون رو دو مدل میخوام بهش بدم. یه دونه این گزینه سویپ اینتنسیتی رو نداشته باشه، فقط یه رفلکت رو بالاش بندازه همینطور که الان تو تصویر دارید میبینید. و یه دونه هم میخوام با اینتنسیتی بدم. از این اولیه یه دوپلیکیت میگیرم، زاویه‌اش رو تغییر میدم، یعنی از زیر باشه و میارم اول. الان نکنید یه دونه اول یه دونه آخر، این دوتا جای. و یه دوپلیکیت دیگه میگیرم، این سری کلا قراره فرق کنه. افکتاتون اگه دیدید شلوغه، این دکمه به سمت چپ هست، اینو بزنید افکتا رو میبنده. و از این سومیه میام اینتنسیتی رو زیاد میکنم و از اون طرف اون تیکنس نمیدونم دقیقا چی خونده میشه، اینو کم میکنم. بیتش هم کم میکنم که یکم نرمتر باشه. میام الان این شد CC لایت سویپی که من در نظرم بود. به سنترش یه دونه کی فریم میدم. اول یو رو کیبوردتون بزنید تمام کی فریمایی که دادید مشخص میکنه. اولین کی فریم میارم اول لایم و آخرین کی فریم میارم آخرای لایه اینجا. سنتر رو جابجا کنم. نگاه کنید که دو تا کی فریم داده. الان این دو تا هم نرمش میکنم، F9 رو میزنم، از وقت ادیت اسپید گرفت به این صورت نرمش میکنم. الان اگه این سکانسمون رو دور ببینیم اوبر میتونه افزایش بده. تکست میاد، لایت سویپ خوبی داره. الان میریم سراغ استودیو شادو و اون دیپ کلر که داشتیم. دیپ کلر رو میاریم روی همه لایه ها، یعنی زیر باشه، یعنی روی همه داره اعمال میشه. شادو استودیو رو میدیم، میبینیم که گریدینت رو هم خراب کرده. کاری که باید بکنیم بیاریم روی CC لایت سویپ که اون حالت شادوی خودش داشته باشه. دیپ کلرمون هم میدیم و اون گلوی خوبه رو میگیریم، ولی اکسپوژرشو بذارید من کمتر کنم. یه همچین اکسپوژری به نظرم اوکیه. به نظرم الان خیلی کار تمیزی شد. یه موشنی که شاید 5 ساعت 4 ساعت مخصوصا اگه تازه کار باشید وقتتون رو بگیره، ما با شاید 1.5 ساعت کمتر جمعش کردیم. بر میتونه افزایش بده. بریم بعد از افکت صوتی گذاشتن خروجی نهایی یه دور دیگه ببینیم. افکت صوتی گذاشتنم یو ویدیو برای ضبط کردم، این بالا نشون میدم، اگر خواستید میتونید ببینید دیگه. الان هوش مصنوعی انقدری پیشرفت کرده که سرعت تو توی ادیت موشن تا چند برابر میتونه افزایش بده.